فروغ صبح دانایی فروغ شام تارم شد. رهایی از غم و اندوه فضای بی‌غبارم شد. فروغ صبح دانایی فروغ رونق ما را همه جا آن شعار و افتخار و ابتکارم شد. کتاب افروزه در چلچراغ جان انسان است. فروغ صبح دانایی فروغ تاجیکستان است. با عرض احترام و صمیمیت بی اندازه درود میگویم به کل شما استادان ارجمند و داوران نقطه سنج. رسولزاده عبدالباسط هستم، دانشجوی سال اول فاکولته تاریخ، حقوق و مناسبت‌های بین المللی دانشگاه دولتی کلاب به نام ابو عبدالله رودکی. اشتراک کننده در آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است از روی نامیناسیون دوم، خواندن و حصول کردن آثار ادیبان کلاسیک. من موافق نظامنامه زیاده از 110 غزل، 150 رباعی، 800 مصرع داستان، 100 بیت قصیده، 100 بیت دیگر نوع‌های شعری از قبیل مخمس، مستزاد، ترجیبند و قطعه پیشنهاد نمودم. همچنین تعداد زیادی اثرهای نظمی و نثری را نیز پیشنهاد نمودم. درخت اسطورینگ اثری میباشد که بر ادبیات قدیم شامل میشد و مضمون اساسی اثر درباره مناظره درخت و بز میرود که آنها بین همدیگر مناظره نموده درباره خصوصیت‌های افضلیت‌های همدیگر بیان می‌نمایند و در آخر اثر بز غالب می‌آید با کلمه‌ای که درخت را مغلوب می‌کند که تو در یک جا می‌ایستی و من باشم کو به هر جا که خواهم سفر می‌کنم. در همین جا با همین کلمه بز در مناظره با درخت غالب می‌آید. از انسیکلوپدیا خوندم، باز در بسیار اثر بله اثر پورش رو دسترس کرده می‌سازم. بله میتوانید پرسید. تمامی اثر 6 دفعه بله اسود کردگیم، ولی بعضیش رو در این نظام بله نه بله نه مطالعه نمودم، ولی عصبه که پورا مطالعه کردم در روی خط جایگیر نشده است. بله با نظام آشنام، ولی عصبه که آنها را پورا مطالعه کردم جایگیر نشده. همین تعدادی ابیاتی که در نشون داده است برای ازاد کردن کیو شما تعداد بله زیاده است. 100 غزل، 120 رباعی، 100 بیت قصیده، بله بله شعری از قبیل مخمس، ترجیبند، قطعه، بله مشتاق تو هم با همه جبر و جفای، محبوب منی با همه جرم و خطای. من خود به چه ارزم که تمنای تو ورزم، بر حضرت سلطان که برد نام گدای. صاحب نظران لاف محبت نپسندند، وانگه سپر انداختن از تیر بلای. باید که سرش در نظرش هیچ نیرزد، آن کس که نهد در طلب وصل تو پای. بیداد تو عدل است و جفای تو کرامات. کرم کردن، مهربانی کردن. ای ساربان
آهسته ران کآرام جانم می رود. وان دل که با خود داشتم با دل ستانم می رود. من ماندم مهجور از او بیچاره و رنجور از او. گویی که نیش دور از او بر استخوانم می رود. گفتم بگیریم تا ایبیل چون خر فرو ماند به گل. وین نیز نتوانم که دل با کاروانم می رود. محمل بدان ای همین مایدون پارامتری که سرمون کشیده نداره. بله محمل چی است؟ محمل همو چیزی که در پشتش طور برای بردن بارها میبرند ایبیل باشد. در آنجا به معنای اشتر آمده است یا گفته است که خونچه میکنن برای کشانیدن بارها. بله در داخلش آدم چی میکنن برای بله بله میستد. سوربون در داخل این غزل یک حکایه بسیار بزرگ نفته است. با بعض روایت ها گویا که هنگام شب مهر و سفر نمودن پیامبر آورده است. با بعضی روایت ها هنگام شب مهر و سفر کردن پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم این غزل به همون بخشیده شده است. حالا شما خسر بکنید؟ لا بمعنی خسر بکنید؟ خسر چی بله وقتی که شب قدر آن کس برای دیدن آسمان بهشت و دوزخ به سفر می نماید با حضرت جبرائیل علیه السلام سفر می نماید. تمام زمین و تمام زمان به گریه می درآیند که محمد صلی الله علیه و سلم به عرش پرواز میکند و زمین را ترک می نماید. همین جانگدازی آن را سعدی شیرازی در این غزل خود انعکاس نموده است. حتی موارد تنقیب قوی گفته بود که وقتی با آواز مرغلرو زیبایی سفر موزی میخوان نه جایی که درباره جانگدازی هست. بله بله رقصی حلوی چی بود برای کده و چیزدنشون داره نفتی معنی چقدری رو استانی کرد. بله نفتی هم نمیتون موارد تنقیب قوی دیگه به هر حال شما درست که از بچه و تو وارد توانسته لیکن ایست کردن در کار نیست. نه ایست نکردم. شما در بعد از استودار میسته بود وقتی که باید ممکن ممکن نیست اولی در تمام میکنست. هر یک قدران باتو شده مانه گفتار معنی رو شده. از نیز روزهای اومد خیام بسیار از یاد کرده بودی که از ابو عبدالله رودکی است، از بابا طاهر اوریان است، ابو سعید عبدالخیر است. دو بیتی بله فقط دو بیتی هایش از من پس داشته است. آنان که کهن بودند و آنان که نوند هر یک پی یکدیگر یکایک بشوند. این چرخ جهان به کس نماند جاوید رفتند و رویم و باز آیند و روند. بله با دو طرز داشته است. تقدیر است معنیش است چرخ نباید باشد. بعد اینجا آنان که کوهن بودند بله خطا آمده یا رب تو گلم سرشته من چه کنم. پشم و قصبم تو رشته من چه کنم. هر نیک و بدی که از من آید به وجود تو بر سر من نوشته من چه کنم. ناکرده گناه در این جهان کیست بگو. وان کس که گناه نکرد چون زیست بگو. من بد کنم و تو بد مکافات دهی پس فرق میان من و تو چیست بگو. میستن هم نمیستید باید نمیستید باید بله در ادبیات کلاسیکی با باید صحبت بله و 80 میستن 400 باید بله. ای بیرندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت. رندان شراب خوران انسان های شراب خور انسان هایی که شراب خوره نکار. ای بیرندان مکن ای زاهد بله معلومه بله بله در حافظ زیاد وارد است. شخصانی که پیوسته با کار شراب خوری مشغولند یا با دیگر کار بله
بپروا هستم. ای بیرندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت، که گناه دیگران بر تو نخواهند نوشت. من اگر زاهد شخصان توبهگر، شخصانی که پیوسته پاک و تازه هستند. تشکر ابو حسین. سلام بشه.